وقتی که مرا شوم سر دادک بعد گفتن که ای خونه بخیر ما این خونه را چپه میکنیم. روزی بارانی بود مرا ای خونه برآوردن. رفتم خانه همسایه هم گریه کردم. گفتم که مرا این ای خونه سر کردیسه. بعد او همی صاحب خانه را تلفن کرده کلی را آورد داده گفت که برا خانه ما باشی با من کوچ میدم. من امروزی بارانی بار کردم آوردم در اینجا 2 ساله که همینجا دارم. خونه همسایه ها میرم. تاوی پای گوش نمیرم توزه میکنم. گوش نه خونه و دروش نمیبرم میتکم. آینه هوش نمیشکم. نانونوشم دفعه را دو میکنم پسوده میشم. ما سون طلب نمیکنم. خروکه میتن آرد میتن روغن میتن صابون میتن مکرون میتن میام روزی بودکم میسکرم. پدر ما در جنگو کشتن. من اصلا 5 ماه صغیره ماندم. مورا مامام کلون کده. مامام چشمش نابینا شد. 2 سال در خانه خالم زندگی کردم. بعد خالم من شد داده. اوچم کسای روحیه. تو اینا 3 دمیرم که بوی عطر ندگم. مهربانی و چرا ندگم. وقتی پخته باشه پخته چینی میرم. وقتی پیچنی باشه پیچنی. اینا مای مرچ دیسه مردم زمیناش نجف میکنن. اجرق چینی میگن اجرق چینی میرم. چوبق میرم پرادکتر میتن میرم. زندگی بودکم روزچه نمیبرم. در 5-6 ماه یک بار میرم. او چه من خبر میگیرم. پول ندارم. تاکسی ها ارگودکم پول میگیرن. شرایط ندارم. اجازه جای کار ندارم. سومم نیسته برای همون مادر بیمار من دیر خبر میگیرم.